به من خیلی چیزا ازت نمیدونم چرا. ام. خب ما ایران خیلی با هم دیگه دوست بودیم دیگه، هر اه. هفته حداقل دیگه جمعه ها رو همیشه با هم دیگه کو میرفتیم و وقت با هم اه. دیگه میگذروندیم. ولی الان دیگه این 8 9 سالی که اینجا هستیم دو نفرمون تقریبا همینجوری دیگه. تو هم 9 سال خورده اینجا 10 دیگه. سال دیگه. آره. 10 سال آره دیگه 10 سال 9 میشه. سال 9 سال. ارتباطمون خب خیلی کمتره دیگه، چیز کلی میدونیم. واسه همین الان برای من خودش کلی سوال هست که ازت بپرسم که آقا اصلا چی و چه خبره و فلان و اینا، و واسه خودم جالب خیلی چیزا ازت بدونم. از بریتانیای کبیر هستی. بله. خودش یه چیز واسه خود من جالبه، چون من دوستی ندارم که بخواد اون سمت باشه. و چی شد اصلا یهو اونجا، چی شد رفتی اونجا و اینکه الان کجایی، الان هنوز اونجایی؟ چون من یه مدت صحبت این بود که بری سوئد و چی شد؟ آره. والا من داداش من میخواست بره استرالیا. خب راست میگی، الان یادم. آره. بعدش اون روزی که تو فرودگاه بود بهش گفتن آقا نمیشه و طرف بعدم دیگه پیاده شد توی انگلیس. خب تو به جای اینکه بره استرالیا نشد، یعنی چی؟ فرداش رفت انگلیس. تو مسیح فرودگاه گفتن چی که و ویزا به هم؟ پاسپورت مشکل داره. خب این از فرودگاه زد بیرون، بعد به اون طرفی که واسش کار رو را مینداخت گفت که اینطوری شده. طرف گفت که استرالیا دیگه نمیتونم تو رو ببرم، میخوای برو انگلیس. گفت باش. اینو برد انگلیس. بعدش هم من میخواستم از ایران برم بیرون، یعنی از سال 90 به بعد من دیگه واسه ایران هیچ کاری نکردم. حتی از اون کارخونه‌ای که کار میکردم اومدم بیرون که بتونم یه پولی جمع کنم فرار کنم و اینا. بعدش منم اومدم گفتم که انگلیس واسم راحت تره، حالا دیگه برادری دارم، اومدم انگلیس. یعنی دلیل اصلی برات چون داده شد اینجا بود، می‌خواستی که آره یکی از دلایلش این بود. بعد یه چیزی که هست، این انگلیس بیرونش ملت رو کشته، داخلش خود ملت خودشون رو خیلی یعنی چی؟ شهرت خیلی بالایی داره. یعنی شما میایید میگی اوه طرف انگلیسه. یعنی الان تو ایران، من که تو ایران بودم مثلا چیزی که مثلا منم جز اونا بودم، مثلا طرف میگفت آمریکا، کانادا، بعد استرالیا، بعد انگلیس، بعدش میگفت اگه شد مثلا میریم اروپا. یعنی اینطوری یه چیزی تو این، یعنی میگن که طرف خارجش خارج داره، مثلا این جا جزء خارج. سوالایی که قرار ازت بپرسم. آره. در موردش آره. قرار دو نفر صحبت کنیم. آره. ما که خب این اتفاق افتاد، بعد ما رو فرستادن تو کاردیف، پایتخت ولز. اگه من وقتی که ایران بودم مثل خیلی از بچه ها نمیدونستم فرق بریتانیا و انگلیس و ولز و اینا چیه. خب خودمون الان دارم صحبت میکنم میترسم اشتباه بگم، ولی احتمالاً UK and North Island، خب یونایتد کینگدام، اسکاتلند، انگلیس، ولز، سه تا کشورن. سه تا کشور مجزا هستن که با هم دیگه میشن UK. اینا یه سری اقدامات خودشون میتونن انجام بدن. مثلا ما پارسال مثلا رودمون رو درست کردیم 20 مایل در ساعت، مثلا بیشتر کسی نتونه بره. خب هر یه سری لوکال مثل اتحادیه اروپا خودشون قوانین خودشون دارن که این دو سه تا کشور باید، ما وابسته به اوناییم، پول از اونا میگیریم. ما اگه 3 روز مارول کنم بعد 3 روز میمیریم. ولی خب یه کشور. بعد منو فرستادم پایتخت ولز، کاردیف. من هولوش 2 سال 1 سال و نیم اونجا موندم. بعدش تا به خودم بیام و یه مدرک زبانی بگیرم رفتم دانشگاه اپلای کردم، یکی کاردیف یکی سوانزی، چون من آدمی هستم که دوست دارم تو زیاد تغییر نکنم، همون جایی که هستم همونجا واسم اوکیه. بعد همه رو زدم تو خود ولز. یه خوبی که ولز داشت این بود که آدمای خیلی فرندلی هستن. نگه آقا نه اینجوری نیستا. سوالایی که من میخوام بپرسم تو داری خودت جلو جواب میدی نمیشه. از اول چه کنم؟ ولی اصلا من قبلش یه سوال دیگه داشتم در مورد همون جغرافیا. خب اول اینو بذار من خودم مشخص کنم. ببین ما میگیم بریتانیا، من بریتانیا تو ذهنم اینه که اولا بریتانیای کبیر که میگن، اولا این منظور چیه؟ حالا فکر میکنم تو هم مثلا یه جوری که الان گفتی از جغرافیات اونقدر افتضاحی که اصلا نمیدونی چی به چیه. فکر کنم اینجوریه. این الان بهت میگم.
واسه اینو من قبلا چیز کردم. آخه من اینو قبلا ملت مسخره میکردم. خب این چیزی که گفتم درست بود. یوکی، انگلیس و اسکاتلند و ولز و نورث آیلند، نه اشتباه گفتم فکر کنم. نورد نمیشه که جنوب باید بشه دیگه. نگاه کنید یوکی، خب این یوکی که میگی آقا، یوکی که میگی فارسیش میشه بریتانیای کبیر. خب بریتانیای صغیر هم داریم مگه یا چی؟ نه اسمش میگم بریتانیا. خب یونایتد کینگدام خب شامل ایرلند و بعدش انگلیس و ولز و اسکاتلند، 4-5 جزیره که دور تا دور دنیا داریم. بریتانیای کبیر، این واسه اینطوری بگم یونایتد کینگدام میشه پادشاهی متحد. آفرین. آره. خب این میشه که انگلیس و ولز به جز الان این چند تایی که داره میگی جزء یوکی میشن، مگه کشور دیگه‌ای هم اونجا هست که جزء بریتانیا حساب نشه یا همینا؟ کشور یا مثلا توی همون محوطه خودتون دارم میگم این سمت اروپا رو یه چیز بگم، فرق یوک به پادشاهی بریتانیا و بریتانیای کبیر، اون نورسن آیلند، ایرلند شمالی. خب یعنی اون یونایتد کینگدام ایرلند شمالی رو داره، این نداره. خب اوکی، من اینو اصلا چرا پرسیدم؟ برای اینکه تو که میگی تو رو فرستادن کاردیف پایتخت ولز. الان ولز من تا جایی که میدونم یه کشور جداست دیگه، ولی خب حالا جزء این که جزء از لحاظ قوانین و اینا جزء اتحادیه هم چی بریتانیا میشه کار نداره، ولی خب کشور جداست دیگه، برای خودش یه کشور جداست دیگه. اگه یه مثال فوتبالش دارم میگم، چون ما تیم ملی فوتبال ولز داریم دیگه، درسته؟ خب اگه یه مثال بزنم، خب در مورد ورزش گفتید، اول بگم ما فوتبال خودمون داریم، راگبی خودمون داریم که خیلی بهش افتخار می‌کنیم. لیگ خودتون هم هستن دارید دیگه. لیگ که با لیگ اصلی با پریمیر یکیه. آره. خب این جالب شد. خب یه چیز بخوام بگم، مثل کردستان عراقه. خب اصلا خودشون دنیای خودشونو دارن، ولی با اون وجود تحت عراق. اوکی فهمیدم. خب نمیتونم بگم ما کشور، ولی اینجا ما بهش میگیم کشور. بعد ما اینجا یه طوری هستیم، مثلا تو المپیک خب شما هیچ وقت مثلا ولز ندارید، خب یوکی دارید، پادشاهی بریتانیای کبیر دارید، ولی فوتبالو داریم. فوتبالو داریم. یعنی مثلا یه سری ورزش راگبی و فوتبال اینا رو فقط جدا داره. فکر کنم فقط المپیکه که قبول نداره چنین چیزی رو. المپیک قبول نداره، ولی خب زیادم تحت تاثیر نمیذاره، چون واسه اینا خوبه، 4 تا مدال اینا میارن، 4 تا اونا با بیشتر میشه انگلیس میاره، ولی خب همون 4 تا عجیب شاید تاثیر. اینو پرسیدم چون سوال خودم همش بود، چون تو گفتی که مثلا منو فرستادن کاردیف، واسه این دارم میگم که خب میگم مثلا شاید تو ذهن تیم بود که می‌خواستی انگلیس باشی در نهایت، حالا چون مثلا لندن خیلی‌ها دوست دارن، چون منچستر رو خیلی‌ها دوست دارن، ولی خب تو اول رفتی اونجا مثل خود من که اولش خب به هر حال توی یه شهر کوچیک توی روستایی بودم و بعدش شدم اومدم این بر. تو می‌خواستی این کار بکنی یا نه؟ چون داشتی اینو میگفتی که زیاد تغییر دادن و اینا رو حوصله‌شو نداری و دوست نداشتی دیگه، خود اونجا موندی به خاطر اینکه اونجا فرستادن یا نه؟ چی شد؟ اینو بهم بگو. من وقتی که شما تو فرودگاه خودتون رو معرفی میکنید، خب بستگی به چند تا شرایط داره. خب یکی سنتون چقدره، یکی اینکه اون زمان کدوم قسمت کشور جا دارن واسه اینکه شما رو نگهداری کنن. خب اونی که زیر 18 سال، چی ما بالای 18 سال بودیم، ما رو فرستادن جای مختلف، بعضیا رو فرستادن شمال، بعضیا رو ولز، بعضیا رو تو خود انگلیس. خب واسه من زیاد مهم نبود. اگه واقعیت هم رو بخوای، خب یه سری تجربیات تو زندگیم داشتم. وقتی که من بچه‌ها داشتن صحبت میکردم میگفتن او ولز خیلی بده. بعد من خیلی دوست داشتم برم تو ولز. بچه‌ها کیان؟ بچه‌هایی که همونجا دیده بودی که اونجا بودن. خب 4-5 تا مهاجر بودیم با هم دیگه، اونا میگفتن ولز خیلی بده. من بعد خیلی دوست داشتم برم ولز. اومدم رفتم کاردیف. اولین چیزی که منو به خودش جذب کرد پرچم ولز بود. اینجا چندین سال پیش پرچم ولز رو عوض کردم به یه اژدها. آره الان یه شبیه اون افسانه جمونگ هست. اون زانو جمونگ خیلی رو بورس بود. آره خب خیلی لذت بردم. بعدش اومدیم و پایتخت ولز. بعد این که اپلای کردم واسه دانشگاه مختلف،
سورپرایز شدم چون همه اکسپت کردن. خب الان البته خودم تو دانشگاه میدونم چرا اکسپت کردن. خب عادیه. بگو بس بعداً درمونش. خب آره سوالم هم هست اتفاقا توش. خب آره بعدش یه دانشگاه کاردیف بود، جزء راسل گروپه. اون سم البته من دانشگاه رو نمیتونستم ببینم راسل گروپ چیه این چیه، اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم. بعد اون 2 ساله بود، بعد پلیسمنت میخواست. بعد من به خودم گفتم که آقا تو که کسی رو اینجا نداری، حالا داداشم هست ولی داشت کجا بود اصلا؟ اون برایتونه. آها اون توی خود انگلیسه. آره تو خود به انگلیس، زیاد با لندن فاصله نداره، شهر قشنگی. بعدش رفتیم و گفتیم که اینو ولش کنیم، 2 ساله است اشکمو در میاره، بیا برم به سوانزی. اومدم سوانزی. اینجا شهر من اینقدر قشنگه، یعنی از لازمه تو چشم من. سوانسی جزء ولز الان. سوانسی دومین شهر بزرگ. اوکی. خب بعد خدمتتون عرض کنم که اومدیم اینجا، من شهر رو دیدم عاشقش شدم. یعنی باورت نمیشه، یعنی خونه من همین الانم که هست نهایتاً 7 دقیقه با پای پیاده شما میری کنار ساحل، یک ساحلی که واقعا لذت میبری. یا اگه میخوای یه جای بری، حالا اینجا باربیکیو ممنوعه سر خیابون، ولی اگه میخوای بری جای باربیکیو کنی میری مثلا یه 5 مایل میری بالا پایین چپ راست، یه سری جاها شما میبینید که تو تلویزیون خب مثلا اون چیزایی که موقع خواستن یه چیزی سانسور کنن نشون میدادن تو اونجور چیزاست. یعنی واقعا خیلی وحشتناک. عاشق سوانزی شدم و دیگه موندم اینجا، یه مستر خوندم. بعد صبر کن به این میرسیم. گفتی سوانسی رو خیلی دوست داشتی، یه چیز کوچیک اول ازم بگو که سوانسی از لحاظ مساحتی از لحاظ جمعیتی چجوریه که من سوالامو بپرسم. آره مثل انزلی و رشت. خب مثل رشت می‌خواستم چون اینو رشت مثل کاردیفه. آها اوکی. اصلا هیچ فرقی بین رشت انزلی و کاردیف سوانزی نمی‌بینید شما. کاردیف یه مقدار پیشرفته تره وگرنه خب بازم حالا انزلی هم آخه باز به جو اون موقع ما میخوره دیگه. من برای این دارم میپرسم که ماهایی که از یه شهری مثل رشت میایم، شهرهای زنده میایم، وقتی میایم اینجا و یهو توی یه شهر کوچیکی روستاتوری اینجور جا میریم خیلی سخته برام. برای خود من خب اون موقع اینجوری بود، یعنی ساعت آلمان که دیگه اصلا، حالا من انگلیس هم فکر کنم یعنی اون سمت شما فکر کنم اینجوری باشه، از ساعت 7 8 دیگه همه جا بسته میشه و فلان میشه. آره اینو شنیدم. آلمان هم خب همینطوریه دیگه، 7 8 به بعد بسته میشه. شهر کوچیک‌تر باشه، روستا باشه که دیگه اصلا خاک مرده انگار ریختن، خیلی سخت‌تره واسه آدم. بعد سن بالاتر اونجا هست و اینا. می‌خواستم بگم تو با این قضیه چجوری کنار اومدی؟ برای سخت بود یا نه که گفتی نه مثل رشت و انزلی بود به هر یه جورایی؟ من خودم الان که متعلی دنیاش فرق می‌کنه مجردی، خب خیلی هپی بودم. یعنی اینجا ساعت 7 8 روزای عادی به جز روزای چهارشنبه و جمعه و شنبه و گاگوداری هم یک شنبه، این 4 روز یه سری خیابونا اینجا نایت کلاب دارن، اونجا ملت میرن، مخصوصا جمعه و شنبه خیلی ملت میرن. ولی بقیه روزا دیگه 7 به بعد دیگه پرنده پر نمیزنه. واسه من بهتر بود چون من میرفتم واسه خودم یه باربیکیو داشتم، میرفتم کنار دریا، یه باربیکیو، یه آب معدنی چیزی با هم دیگه میخورم، با خودم میخورم یا علیهش میومدم خونه. بعدش هم خیلی هپی بودم. یا بعدن که درسم تموم شد من رفتم یه جای دیگه، یه محله دیگه که از دریا یه با 20 دقیقه نیم ساعتی فاصله داشت پای پیاده. بعد اونجا تپه داشت. من به جای اینکه برم دریا میرفتم بالای تپه با همون باربیکیو یا علی میرفتم بالا چیزی که یعنی واقعا تو بس اوکی بودی اوکی بودی. آره من تنهایی خیلی چجوریه مثلا مردمش کلا مدلشون چجوری داشتی؟ اولش میگفتی، من حرفتو قطع کردم، این که گفتی خیلی آدمای اینجوری فرندلی فلانی هستن، همینجوری بود برات؟ یعنی راحت تونستی کنار بیای با جوشون؟ مثلا چیز فرهنگی خاصی اولش برخوردی یا چجوری بود؟ مشکلاتی که اول بسم الله آمدیم من یه مقدار پته پته میکردم تو انگلیسی. زبانت چجوری بود؟ تو اصلا زبانت از ایران خوب بود؟ من اینجا رفتم ایران داشتم درس میخوندم، یه 2-3 ماه رفتم، اگه یاد باشه من 2-3 ماه رفتم کلاس انگلیسی، یه پته پته میکردم. خودم لیسانس داشتیم با کامپیوتر دورپر میزدیم، یعنی زبان در اون حد بود اونجوری که مثلا پرفکت باشی نه بلک بورد و فلان اینا. خب بعدش تو فرودگاه لندن خیلی راحت متوجه می شدم لهجه ها شبیه فیلم ها.
خیلی راحت بود. بعد اومدم توی ولز، اولین شوک فرهنگی و زبان بود. یعنی طرف اومد با من انگلیسی صحبت کرد، من رفتم پیش یه عربه که اونجا بود، گفتم من ولزی بلد نیستم، اینو میتونی ترجمه کنی به انگلیسی؟ بعد گفت آقا انگلیسی داره صحبت میکنه. گفتم که من حالا نمیشه که. آره اومد انگلیسیش کرد. این یعنی از این خاطرات زبان زیاد این یه چیزی بود که بود. بعدش اون حداقل 9 سال پیش که ما اومدیم خیلی جو خوب بود. هنوز هم خوبه، ولی الان تازگی چی بهش میگن ریفورم اومده. این نایکل فاراج این حزب دست راستیه، اونا دارن ملت سپریت میکنن، خب جدا میکنن. ولی قبل تا همین الان البته واسه ما خوبه، ولی تا قبل از این خیلی عالی نه که اومدن حالا تو آلمان هم خوب داره همجوری میشه دیگه. تأثیری داره میذاره روی مثلا کسایی که چندین سال اینجا هستن نمیذاره، خب ولی اون کسی که میخواد استارت بزنه شاید مثلا سخت‌تر واسش باشه. حالا نمیدونم. خب این زبانی که گفتی متوجه نمیشدی، مسلما طول میکشه که تو با اون لهجه اونجا، حالا با اون دیالکت اونجا بخوای عادت بکنی. چیکار کردی؟ چجوری مثلا میتونستی بگذرونیش؟ یه هولوش 3 ماه اول خب من صبح ساعت 9 پا میشدم، صبحونه میخوردم 9:30، نیم ساعت پیاده میرفتم تا یه آموزشگاه زبان 10. بعد اونجا کلاس به من نمیدادن. چیکار میکردن؟ یه کامپیوتر به من داده بودن، یه دوره انگلیسی اونجا بود. هر روز میرفتم 3 ساعت اونجا کار میکردم، بعدش میمودم. یعنی اون 2-3 ماه رو من اونجا نشستم زبان. بعدش هم کم کم سعی کردم خودم قاطی انگلیسی ها کنم، خب یه مقدار لسنینگ و اینام خوب بشه. و بعدش هم خدمتتون عرض کنم یه مقدار اسپیکینگ هم اونجا بهتر شد. هنوز البته من همونی هم که اصلا نیست، تجربی بوده عملی، که مثلا درس انگلیسی چی نخونده، هرچی همینطوری شنیدم همونطوری گفتم با یه مقدار غلط. حالا پرفکت نیستیم ما، ولی اونو به مرور زمان یاد گرفتیم. به مرور زمان یه چیزایی یاد گرفتیم که مشکل اونو حل میکنه. بعد نکته دیگهش این بود که من پشت تلفن مشکل داشتم، خیلی مشکل داشتم. اصلا اون زبانی که شما فیس تو فیس شما متوجه میشه با پشت خیلی فهم. من کاری که کردم، یه روز یه بنده خدایی زنگ زد به من، هندی بود، گفت که من تا اگه این سوالا رو جواب بدی به جایزه میدم. گفتم خب باشه. گفت که مثلا تلویزیون داری؟ گفتم بله. الان تلویزیون کجا؟ همین الان تلویزیون رو دارم اینجا، استفاده نمیکنم. نه تلویزیون آب برق. گفت همه رو داری؟ من گفتم بله. بعد اینقدر مثلا بهش بله گفته بودم، طرف ذوق کرده بود، فکر میکرد چه خنگی دارم. از اون روز به بعد طرف به من زنگ میزد، هم این تبلیغاتی ها به من زنگ میزدن. از اونها استفاده کردی؟ بیکارم که بودیم، صحبت میکردیم باشون، خب چی داری چی نداری، ببخشید، انگار مثلا چیز. حالا چیزی بهت ننداختن اون موقع سر همین؟ چون اینجا پشت تلفن چیجی؟ کف دست این کف دست چیزی نداره. آخه ببین چون اینجا مثلا من یه بار این اتفاق واسم آره یه بار تلفنم نبود، همینجا دم در اومدن یه دونه قرارداد برق و قشنگ به من انداخت. یعنی مثلا اینجا من برق اینجا قرارداد داشتم، همه چیزم اوکی بود، یهو طرف اومد امضا زدم فلان با این یا گفتن. اینجا خیلی میندازم پشت تلفن با آدم. و بعد همونجا هم پشت تلفنم اون اصلا میگه طرف اولش و اون یایی که تو میگی، اون بله‌ای که تو میگی ضبط میشه و به معنای امضایی که تو کردی، یعنی قرارداد برات میبندن اون پشت تلفن. اینجا تنها مشکل نه، چیزی که به اون نفروختن چون دیتیل میخواستن. خب من دیتیل واقعی هیچ وقت به هیچ کس ندادم. بعدش مورد بعدی که بود، تنها جایی که این یا گفتن ها تأثیر گذاشت این بود که یه روزی یکی زنگ زد، روز اول بود قبل از این ماجرا، اصلا ربطی به این ماجرا نداشت، شاید 10 روز اول. بعد زنگ زد گفت که آقا هندی بود. بعد گفتم که آره، گفتم من متوجه نمیشم تو چی میگی. گفت که
تا گفتم yes گفت yes تا قطع کرد. گفتم خود دمش کرد. فرداش زنگ زد به داداشم، چون اون خطی که گرفته بود خط نمیدادن، 10 روز 20 روز بود خط تو من نمیدادن. زنگ زد به داداشم، به اون یکی خط داداشم. من داداشم یه خطم واسه من گرفته به نام خودش. زنگ زد گفت که آقا تو گفتی تصادف کردم قبول کردی؟ داداشم گفت آقا من ماشین ندارم، تو چی میگی؟ خب اصلا گیر کردید اینجوری. خب چی شد؟ من داداشم که نارتی با خیلی مؤدبانه پذیراییشون کرد و دیگه قطع کرد. بعد خیلی شاکی بود از من. از من نه، خیلی شاکی بود چرا طرف زنگ زد، دیوانه است. من همونجا واسه گفتم ولش کن بابا، زنگ زد. بعد 3-4 سال بهش گفتم من بودم که گفتم yes. تا الان فهمیدم. فکر کنم اول ما قولشو به تو زد که تو چرا اوکی دادی و تو چرا به خودت گفتی و فلان، بعد خودت اصلا نمیدونست قضیه چیه. لو ندادم، خیلی خطری بود. ولی معمولا چیز دارم. خب از اینجا اتفاق افتاد. بس زبان تو این شکلی اوکی کردی، رفتی قاطی انگلیسی ها شدی و با این تلفن و فلان و اینا تونستی لیسنینگ و اینجور چیزا تو خوب بکن. خیلی چیز بود دیگه. بعد با شما اونجا چیز داری مثلا چه میدونم یه سری جاها هستن که میان با آدم کمک میکنن، اینجوری نامه‌های آدم. آره پدر مادرم بیشتر سن بالا هن بازنشستن و اینا، بعد میشن پدر مادر مثلا آلمانی آدم، انگلیسی آدم، اینجوری کسا داشتی؟ اونطوری نمیدونم، ولی اینجا یه جایی هست فکر کنم یکی بهش میگن ریفیوجی کانسل، خب اون یکی سیتیزن ادوایس. خب اینجور جا مثلا میاد، فکر کنم یا خیریان یا مال دولت، احتمالا خیریان، میان به ملت کمک های مشاوره یا اینجور چیزها رو میدن. ولی خب تو من ارتباط داشتی باشون ببین چه جوریه مثلا؟ نه من یه بار یکی اینجا کلاهبرداری کرده بود، تو کار که میکردم یهو شرکت رو بست. خب بعد مثلا اون زمان 1000 پوند نداده. خب ما نه تنها من کمه بودم، من مثلا حقوق 2-3 هفته‌مو نگرفتم، ولی بچه‌ها مثلا مال چند ماهشون نگرفته بودن. بعد رفتم اونجا دیگه، طرف خیلی بد صحبت میکرد. اصلا من گفتم بیا برو بابا، من 1000 تا رو بخیال میشم با تو، دیگه سر کله نزن. دیگه بخیال شدیم. آره محیط کار مگه اونجا چجوریه؟ میگی بد صحبت میکرد مثلا؟ آره انگار مثلا عجله داشت، مثلا فکر کنم مثلا غذاش رو گاز بود. خب گفت تو رفت چطور بشین اینجا 2 دقیقه. گفتم بشین، دید ننشست اصلا برو. حالا به اینکه محیط کار و اینا اونجا چجوریه بهش میرسیم، ولی حالا صحبتش شد دارم میگم. چون اینجا خب اصلا رابطه رئیس و نمیدونم کارمند و فلان و اینا، اولا اینکه اینجا همه شما هم تو انگلیسی هم که یه دونه یو دارید راحت کردید خودتون رو دیگه. ما 1000 تا اینجا فایل و فلان اینجور چیزا داریم. فهم مثلا ما اینجا توی فارسی مثل فارسی تو و شما داریم، بخوایم خطاب قرار بدیم یکی رو. اینجا تو محیط کار طرف از روز اول که قرارداد بسته رفتیم میگه که ما به هم دیگه اینجا تو میگیم، یعنی دیگه طرف رئیسش هم مثلا اسم کوچیکش رو صدا میکنه. حالا شما تو که فرق نمیکنه براتون، ولی اسم کوچیک میگید اونجا به رئیس رؤساتون چه جوریه؟ کارمندا همه رو به اسم کوچیک صدا میکنن. شما از دبیرستان به بعد همه رو به اسم کوچیک صدا فکر کنم. ولی محیط کار کلا چه جوریه مثلا؟ بس اگه کجا کار کنید، شخصیت خودت چطور. من نمیتونم مثلا یه قانون بدم واسه همه. خب من تو چند جا کار کردم. من از پیتزا شاپ کار کردم، بعد رفتم نگهبان نایت کلاب شدم. اون میرسیم حالا سوالم. اومدم تو دانشگاه الان کار میکنم. خب همشون یعنی خب همین دیگه. تو توی 2-3 تا جای مختلف کار کردی و اتفاقا میتونی قشنگ در موردش نظر بدی. تو میگی من نمیتونم کلی بگم، کلی که خب معلومه نمیشه گفت، ولی خب تو 2-3 تا جای متفاوت کار کردی، محیط کار متفاوت کار کردی. منظورم اینه که مثلا تو آلمان تو حالا پیتزا فروشی باشی، مکدونالد باشه، هر جایی بخوای کار بکنی، رئیست باهات مثلا نمیتونه بد صحبت کنه. این که میگم بد صحبت کنه چجوری بگم، نکن این که با جدیت صحبت کردن. مثلا ما تو ایران داشتیم طرف اصلا یه جور انگار که طرف کارگر انگار مثلا برداشت مثلا اینجوری با طرف صحبت میکرد، داشتیم اینجور چیز. ولی اینجا اونجوری نیست. توی با شما هم اینجا فرهنگش اصلا اونطوری نیست اصلا.
خیلی مؤدبانه هستن. خب یه مثال بزنم، مثلا شما ممکنه بیاد بگید که این خودکار رو به من میتونید، خودکار رو به من میدی. خب ولی اینجا مثلا واسه این خیلی وقتا مثلا میگن که اگه همکار باشه مثلا میای نمیدونم خیلی وجو، این خیلی کلمات پلیزینا خیلی میگن مثلا، خیلی اصلا مخصوصا رئیس رؤسا. حالا تو دانشگاه که هستیم خب رئیس رؤسا به دستور نمیدن، خب هیچ وقت نمیگن برو، میپرسن این منظورم میتونی بود. بری. دقیقاً دمت گرم، همون چیزی که می‌خواستم بپرسم. مثلا من یکی از کسایی که به من میتونه دستور بده، یعنی دستور یعنی درخواست کار جدید بده، پروگرام مدیر گروه، خب مدیر گروه مال لیسانس ها. بعد این مثلا چند وقت پیش اومد به من بگه که آقا این شغلی که الان تو دارید، مثلا ما اونجا تسکای متفاوت داریم، بخشی من سعی میکنم انگلیسی به کار نبرم ولی خب اوکیه. آره تسکای متفاوت، این عنوانی که تو داری تو باید بری الان با اینا صحبت کنی. خب بعدش مثلا گفت که مثلا این کار توه، من نمیخوام دخالت کنم، یه مقدمه خیلی بزرگ. بعدش اومد گفت که آقا این من اگه جای تو بودم این کار میکنم، خیلی سخت. به جای اینکه میتونست مثلا اگه من شما مثلا خیلی با هم دیگه دوست بودیم گفتم باید برو اینا رو پیدا کن. این کار توه. خب 3 کلمه 3 جمله تموم. این مثلا نیم ساعت صحبت کردیم به خاطر که مثلا بخواد این کارو بهت معول کن. حالا مثلا من تو نایت کلاب بودم، خب اون یه زمان که هد بودم که اون هیچی قبل از هد هر سال که گذشت خب بستگی داره، مثلا شما اولش باید خودتو ثابت کنی، بعد اینکه ثابت کنی طرف میگه که خب این مثلا آدم ترسویه یا ترسو نیست. اگه ترسو بودی که معمولا میگن که برو کنار دیوار، اگه نبودی خب مثلا انگار رفیق. خب چون واقعا تو شرایط سخت باید هوا هم دیگه داشته شی. هوا تاریک، شب تاریک، یهو دیدی که دعواشو باید دوتا نفر مثلا میگه که حسن بیا بریم، دیگه نمیگه میای، مثلا میگه حسن بیا بریم. خب اون دیگه تشریفات نداره. آره اینطوری باسی صحبت نمیکنه، کسی باسی صحبت نمیکنه. ولی خب فرهنگ مثلا زیر آب زدن، پشت سر صحبت کردنشون خیلی چیز خیلی نگاه کن. اینا آدمی هن که رو در رو صحبت کردن واسه شون فکر کنم سخته. این چیز یه موضوعی بود که میخواستم این رو مقایسه با خودمون داشته باشم. بگو حرفت این قسمت تموم شه من بعد. رو در رو صحبت کردنش واسه شون سخته. من مدیر سوپروایزر، لاین منیجر هم میشه. لاین منیجر چی میشه؟ مدیر که من باید بهش منو کنترل میکنه که چه کارا باید بکنم، تو بخوای بهش جواب بدی. خب آره اون آلمانیه. من اگه 2 هفته بسا خب با هم دیگه بحث نکنیم، خب احساس میکنم یه جا که اشتباه. یه هفته اون میاد به من تشر میزنه، هفته بعد من میام تشر میزنم. خیلی راحتیم، همینطور میایم تو صورت هم دیگه، هیچی به هیچی، خیلی روکیم. انگلیسی ها آقا طرف میاد میگه ها خیلی خوب بود، بعد میشنوی که آقا رفته مثلا اینطوری. چقدر جالب شد که با یه آلمانی در ارتباطی. خب بگو، چون میخوام در مورد صحبت کنیم. خیلی باحال شد. خب من آلمانی اینجا چیزم لاین منیجرم، خیلی هم راضی ام ازش. یعنی راضی ام که دروغه، خب چون بالاخره آدم اذیت میکنه به هر حال، میفهمم. آره و حداقلش خوبیش اینه که خب یه چیزی مثلا تو ذهنش میاد بهت میگه و نمیره پشت سرت مثلا صفحه بذاره. غالب اون قضیه اون جامعه این شکلیه، جامعه کاری رو دارم حالا میگم. یعنی غالب اینجوری اینقدر محسوس که تو یه آلمانی که مثلا باید اینجوری رفتار میکنه تو اونقدر راحت واضح در موردش. آره من میتونم بگم غالبش اینطوریه. نگاه کنید ما یه درس اینجا داریم که بچه‌ها با هم دیگه برنامه‌نویسی میکنن و وقتی که برنامه‌نویسی میکنن چطوری بگم 5 نفر 6 نفر با هم دیگه کار گروهی انجام میدن. خب من خیلی وقتا دیدم گروه خب مشکل داره، خب بعدش هیچ کس نمیاد وسط بگه که آقا مثلا اینو اینطوری بکنیم اونطوری بکنیم. 90%ش اینطوری. یعنی شما 5 نفر همه واسطادن چی میگه چرا من خودم بندازم تو دردسر. خب اینطوریه. جالب شدن این که گفتی اینو که یه آلمانی باش داری، چون بعضیا هستن اینجوری رک صحبت کردن رو دوست ندارن. یعنی یکی یهو اینجوری بزنه تو چه میدونن پرشون بزنه راحت نیستن
دوست دارن که یه جوری غیر مستقیم تر باشه، اصلا با اون مدل انگلیسی طوری که تو داری میگی راحت ترن. تو ولی اینجوری دوست داری. تو دوست داری که طرف رو متوجه نمیشم. من خیلی چیزا رو متوجه نمیشم. یعنی اگه شما 3 تا مطلق به من بدی، من 2 تاشو متوجه نمیشم چی به من گفتی. خب یعنی خیلی زیاد رفتار دیگران نمیتونم متوجه شدم تحلیل کنم. واسه همین راحتی که مستقیم بهت گفته باشه. آره رک بگه رک میشه. بعد تازه اگه رک بگه یعنی که آقا من اجازه میده رک بشنن. خب اگه رک نگه به من اجازه نمیده دیگه. تو اینجا اینجوری شدی یا همیشه اینجوری بودی؟ مثلا ایران هم بودی این رک بودنه؟ نه اینکه اشتباهی بگیم من مثل 10 سال پیش خودمم که اشتباه. من 1000 تا تپه رو بالا پایین کردم تا به اینجام رسیدم. نه فکر نمیدونم. من واقعا امرش زیاد یادم نمیاد. بعد فکر کنم تو ایران با ما بین اینا. میفهم چی میگی. آره. الان کار اصلی چیه؟ داشتی اینو میگفتی که مستر رو گرفتی، بعدش چی شد؟ آره. بعد چیکار کردی؟ چون میگم تو ذهنمه که تو می‌خواستی دکترا رو میدونم گرفتی، اینکه تو چه رشته چیزی اینا رو بهم بگو لطفاً، چون الان دیگه اصلا تو ذهنم نیست. و اینکه تو می‌خواستی بری سوئد و بعد دیگه نرفتی و فلان. اینا اگه دوست داری در موردش بزن. مستر من ترم اول مستر شد. اینا یه تبادل دانشجویی می‌خواستم چه رشته‌ای؟ توی همون کامپیوتر خودمون؟ توی کامپیوتر ساینس، علوم کامپیوتر. بعدش یه تبادل دانشجویی می‌خواستم با فرانسه کنن. بعد گفتن که آقا هر کی مثلا معدلش فرانسه رفته بود. آره معدلش بالای نمیتونه 70 باشه، خب اینجا مثلا میشه دیستینکت 70. خب ما اینو میفرستیم فرانسه. گفتیم باشه. بعدش ما ترم اول نشستیم خرخونی گرفتیم دیگه 80 و نمیدونم 88 اینطوری گرفتم. دمت گرم. آره یعنی طوری بود که طرف میگه بله، من بله تو ذهنم بود که موقع امتحان بله رو نوشتم. آره بعدش هم دیگه من فرستادم فرانسه. اونجا هم یه مستر خوندم. بعدش هم اپلای کردم واسه دانشگاه خودمون دکترای هوش مصنوعی. ولی چیزی که بود هوش مصنوعی و من وقتی اپلای کردم اینطوری بود که این چه سالی الان؟ این الان سال 2017. 2017 تو اپلای کردی برای دکترا؟ 2000 اشتباه میکنم نمیدونم. تو مگه 2016 نیومدی؟ نه 2019. آره 2017 که تازه یه سال خورده شده. آره 2017 دو مستر اولم رو شروع کردم. آره ببخشید. 2019 من زنگ زدم به استاد راهنمای دوران مسترم، گفتم من میخوام پی اچ دی بگیرم. گفت خب چیکار می‌خوای، کجا می‌خوای بگیری؟ گفتم من می‌خوام سوانزی بگیرم، با تو می‌خوام بگیرم. ارق عجیبی رو دیگه به سوانزی پیدا کردی. آره. بعد اصلا اینطوریه که من میرم مسافرت برمیگردم خونه اومدی سوانزی که میرسم، خب تازه مثلا احساس امنیت میکنم. یعنی شاید چه واقعا شهر امنیت هست. خدمت عرض کنم که من زنگ زدم بهش گفتم که بن من بعد میخوام پی اچ دی بگیرم. گفت که پی اچ دی که مثلا ما اون زمان با کارت گرافیک برنامه‌نویسی میکردیم، پروژه‌مون حداقل این. بعد گفت که اینطوری فاند ندارم، واسه هوش مصنوعی میتونیم بگیریم. گفتم باشه. گفت یه پروپوزال بنویس. بعدش اونجا نوشتم من میخوام پی اچ دی بگیرم با بن مورا. آره فکر کنم تو چیز 3 بار نوشتم بن مورا. آخرش هم دیگه من نامه زدن، گفتم بیا تو پوزیشنت اکسپت شد. حتی اینترویو هم نرفتم دیگه. آره دیگه بنده خدا گفتن این خیلی دیگه بن مورا رو میخواد. آره رفتیم و به بنو 3 سال شد. بعدش یه نفری رو ما از بچهای توییتر میشناختیم. این به ما گفت که آقا بیا الان در مورد سوئد دارم. گفت که بیاد با هم دیگه سرمایه‌گذاری کنیم. یه نفر دیگه هم توییتر بود، حالا اسم نمیبرم. این مثلا از کارش اخراج شده، بیاریمش اینجا با هم دیگه مثلا یه تولیدی انجام بدیم تو سوئد رو انجام بدیم. تو من پول میذارم تو پول بذار، اون دانششو میذاره بریم جلو. همین وسط دانش
یه مدتی رفتم، بعد فهمیدم کلاهبرداری شده. حالا زیاد دوست ندارم برم داخلش، یادآور دوران تلخیه، مخصوصا اینکه شما 40-50 هزار پوند از دست بدی، خیلی زیاد. الان یه چیزا میاد تو ذهنم، صحبت همینجور چیزا گفته بودی میخوای یه شرکتی استارتاپی راه بندازید و اینا. آره خیلی غمگینه. یعنی من اون پسرا رو باش 8-9 سال تو رابطه بودم، بعد فهمیدم که آقا چه بلایی سر ما آورده، ولی خب حالا اشکال نداره. خدمتتون عرض کنم بعد اون ماجرا که فهمیدم دزدی داره میکنن، دزدی داره میکنن، اومدم اپلای کردم واسه جای مختلف و توی آلمان من چیز کردم. الان اپلای الان دیگه کاری آره. دکترا تموم شد اینجا دیگه، پیش تموم شد. دکترا رو که آره نه ببخشید وسط چیز. بعد 3 سال، بعد 2 سال من رفتم تو اون کار درگیر شدم، پی اچ دیمو تقریبا. چقدر یعنی درگیر اون استارتاپ شدی، شروع کردی یا اینکه همون اولش فهمیدی که آره نه؟ و من از اینجا داشتم یه سری کمک‌ها بهشون می‌کردم، مثلا سرچ می‌کردم کارهای مثلا که برنامه‌نویسی اگه چیزی می‌خواستم واسهشون انجام میدادم، اینجور چیزا رو واسهشون انجام میدادم. بعد که دیدم که آقا کار جلو نمیره، بعد یه مدتی رفتم اونجا. کی شد من 3 سالم دیگه تموم شد بود پی اچ دی، 3 سالم دیگه تموم شد، رفتم اونجا دیدم که آقا خبری نیست. خب هیچ کاری نکردن، فقط یه چیزی اجاره کردن. آره هیچی. به هر حال سرتون درد نیاریم. اومدیم و همونجا پایان‌نامه صبح ساعت 7 بیدار میشدم، صبح پایان‌نامه شروع میکردم به نوشتن، ساعت 9-10 طرف از خواب چیزش زمستونیش بیدار میشد و میرفتیم با هم دیگه سر کار ببینیم چه اتفاقی میفته. به هر حال شب می اومدیم بقیه کارا میکردم که پایان‌نامه رو نوشتم و تحویل دادم. خب وقتی که تحویل دادم رفتم اپلای کردم واسه شغلای متفاوت و توی آلمان من استاد دانشگاه شدم توی برمن. آره برمن. رفتیم اونجا، خیلی دانشگاه خیلی خوبی بود، خیلی قشنگ بود. بعد من شهرش رو دوست نداشتم، ولی اون منطقه‌ای که توش زندگی میکردم بیرون شهر بود، خیلی خوشگل بود. چند وقت بودی اونجا؟ اونجا 3 ماه بودم. آها فقط 3 ماه. به سال نکشید؟ آره نه بعد 3 ماه چون اگه میخواستم بمونم برم همون موقع باید میرفتم 3 ماه اول. چی شد که خوشت نمیاد؟ از شهر فقط خوشت نمیاد یا از آلمان کلا خوشت نمیاد؟ اولین چیزش بود مشکل زبانی آلمانی بود. من آلمانی اصلا آلمانی یاد میگرفتیم اگه حتما؟ توی کار که نه، ولی تو زندگی دیگه یاد میگرفتیم. برنامه این بود که دیگه بیا آلمان. آره من یه چیزی هست بلو کارت، یه چیز شبیه اینه با اون می‌خواستی. من تو بلو کارت هم برام دادن تو همون 3 ماه. خب یعنی شرایط موندن من خیلی عادی بود. تو 2 ماه یا نمیدونم تو 2 سال 3 سال میتونستی راحت میتونستی دیگه همونجا آلمان به همین جای آلمان بمونی. بعد حقوقش خیلی بالا بود. خب فقط مشکلش این بود که داشتم فکر میکردم، میگفتم که من اینجا میتونم یه زندگی خوب داشته باشم از لحاظ مالی، ولی بقیه چیزای زندگیمو دارم از دست میدم. خب من تو سوانزی خیلی مثلا هپی تر بودم با اون که توی آلمان. من تو آلمان مثلا هلند رفتم، دانمارک رفتم، خیلی نزدیکه دیگه. آدم مثلا یه هواپیما پلیس آلمان میتونی بری. آره دقیقاً. خب با دیگه قطار میتونی بری، با نمیتونم حتی اتوبوس. خدمتتون عرض کنم. آره بعدش دیگه تصمیم گرفتم، گفتم اینجا بمونم که آخرش میشم اون رفیقم که الان 5 سال داره کار میکنه و نه شما نمیکنم ولی که میلیون خیلی پول داره. خب ولی هر سری زنگ میزنم دپرس‌تر از سال قبله. یعنی بس فقط یعنی فقط دوستای من نیستن که اینجوری یعنی وضعیت رو دارن. نه بعدش دیگه گفتم برگردم همون سانزیه، چون من آخر تو آلمان که بودم تنها تفریح این بود یا برم مسافرت، یا اگه مسافرت نمیرفتم برم این کلابا رو میترسیدم برم، واقعیتا میترسیدم دعوا شروع شه. ولی توی پاب میشستم لوکال، یه چیزی بود پاب بود خیلی خوب بود. اونجا میری آب معدنی و نمیدونم سیگار با هم دیگه، حتی چون زیر 100 متر میتونستی سیگار بکشی. بعد یکی دو تا که مشروب میخوردی، آلمانیات فکر کنم تنها جایی که آدمای دوست داشتنی و فرندلی هستن توی پابه. یعنی مشروب که میخوری تازه اینا آقا یعنی کچلمو میکردم. من میرفتم اونجا 2 تا بخورم 20 تایی میومدم بیرون. این میخرید
میگفت واسه اینم هست. خب اون میخرید، من نمیتونستم نخرم که میگفتم آقا واسه همه. خب کسلمون کرده بود. آره یه بطری اینقدری هم بود، اینقدری اگه اونم بود و میدادن اصلا یک چیز. بعد ما مشروب خور نیستیم ولی خب بس حال نکردی کلا با آلمان و محیط آلمان و اینا؟ آلمان اگه آلمانی بلد بودم خیلی دوست داشتم. آخه تو اینجا داری میگی که همون رفیقت مثال زدی، گفتی بعد 5 سال آدم مثلا دپرس و فلان اینا از لحاظ مالی ولی خوب، یعنی اینکه با محیط شمال نکردی دیگه، یعنی فقط مشکل زبان نبود. نه اون بند خود آخه نگاه کنید بسته که هر کسی یه چیزی داره. مثلا یکی ممکن از جهنم لذت ببره، بگه داغه. خب داغ من سرما بدم میاد. خب من مثلا اون شرایط واسم اوکی بود، اگه یه مقدار مثلا میتونستم بمونم زبان یاد بگیرم و اینا، خب احتمال داشت بمونم، ولی دیگه مقاومت هم نکردم. ولی گفتم چون خاک سوانزی رو خوردم، مثلا سوانزی رو میشناسم. اینجا گرفتید مثلا کسی اینجا نمیتونه بگه تو چه برگرد به شهرت. خب اینجا شهر منه. اینجا خب اینجا خیلی قشنگه. خب اگه سوانزی نبودم فکر کنم آلمان میموندم. خب واقعا آلمان خیلی چیزا داره که آلمان به نظر من در واقع مهمترین ویژگیش همینیه که گفتی، به تمام شهرها و کشورها این وسط دیگه، وسط و راحت تو میتونی هر جایی. اینش خیلی خوبه. انگلیس خب یه ذره بعدش اینه که اونورتره، بعد قانوناشون هم اینجوری شده و اینا یه ذره سخت شده، ولی آلمان این خوبیش این هست. ولی اینی که تو گفتی حالا رفیق تو مثال زدی هست، یعنی الان در مورد این میخوام صحبت بکنم. یه چیز دیگه هم میخواستم در مورد همون دوران کارت بپرسم ولی میترسم اینو یادم بره. بذار اول اینو بگیم بعدم بریم اونجا. ببین من نمیدونم محیط اصلا زندگی توی اون محیطی که شما هستید چه شکلیه. اینجا همه چی دورت تنده. آقا اصلا من نمیفهمم هفته کی میگذره، روز کی میگذره، یهو میبینی ساعت شده 9 شب حالا هیچ کاری نکرد. اصلا اونجا هم اینجوری شما یا چی؟ آره اصلا چیه این چه فکر می‌کنی 9 سال پیش اومدی اینجا؟ چی؟ خب یه 9 سال پیش مثلا انگار دیروز اومدی. خب الان مثلا شما بهم میگی اون که اونجوری میگذره رو بذار کنار، من دارم در مورد هفته صحبت میکنم، روزمره صحبت میکنم. هفته که اصلا میگذره نیست. مخصوصا شما روز حداقل 5 روز در هفته میری سر کار، 5 روز صبح میری تا بعد از ظهر تا بیای خونه یه غذای بخورید تا چیز کنید 2 ساعت هم با کامپیوتر و گوشیت اینا بازی کنید، رفتی فردا دوباره همین. اینو از اینجا خیلی روز سری میگذره. از این لحاظ ذهنی دارم بهت میگم. مثلا برای اینو اینجوری مثال بزنم. مثلا من دوستمون یونانه، خب اومده بود یه چند روز پیش ما به کریسمس پارسال، بعد ما ناخودآگاهمون انگار این شکلیه. تو یونان انگار خیلی ریلکس ترن و خیلی بیشتر دارن حال میکنن با زندگی. انگار مثلا ما قهوه میخواستیم بخوریم یا آبجو میخواستیم بخوریم سری میخوردیم، مثلا فلان جمع کن بریم مثلا بخوریم. بعد براش عجیب بود، میگفت که چرا اینقدر شما تون دارید این کارو، واسه از قهوه لذت ببرید، چرا اینقدر مثلا دارید تونش کنید؟ انگار این رفته اصلا تو وجود ما که مثلا یه قهوه هم میخوایم بخوریم میخوام سریع تمومش کنیم بریم یه کار دیگر انجام بدیم. اینجوری شده اینجا برای ما. اینجا خیلی نه، اینجا ملت ریلکس ترن، نیستن چجوریه، خیلی راحت تایمشون رو مثلا قهوه رو مثلا شاید نیم ساعت طول بکشه، یه ساعت طول بکشه، حالا اون یه ساعت که میشه آب یخ، ولی کلوم خیلی چیز میکنه، ولی روزا سری میگذره واسه آدم نسبت به ایران کلی. منظورم حالا از لحاظ زمانی اصلا یه طرف قضیه، کلی این که تو حالت استرس تور داری تو زندگیت یا نه. البته تو آخه تو شخصیتت هم اینجوری هست، آخه تو شخصیت کلا همیشه آدم خونسردی بودی، حالا عصبانی میشدی یه ذره ترسناک میشد اینو یادم، ولی خونسردی کلا، یعنی تو خودتو قشنگ وفق میدی با شرایط مختلف زندگی. اینم هست. من استرسی هستم خب، ولی چون میدونم استرسی هستم خیلی جا کنترل میکنم، میدونم که چه اتفاقی داره میفته و سعی میکنم که یه راه حلی پیدا کنم. خب خدمتتون عرض کنم که اینجا اونطوری که شما میگید که آقا من وقت کم میارم، خب فقط وقتی من کم میارم که سر کار، خب و کار مفیدی میخوام بکنم، چون میخوام الان مثلا این
جواب مثلا این کد رو به من دادن که بنویسی، مثلا نوشتم میخوام بفرستم بگم خیلی آره. اگر نه بقیه جا اونقدر نیست، مخصوصا نیست شهر ما کوچیکه. من از اینجا تا دانشگاه ما 20 دقیقه فاصله است، 10 دقیقه هم از پارکینگ تا دانشگاه فاصله است. یعنی من نیم ساعته میرسم دانشگاه، نیم ساعت هم برم. خیلی خیلی تاثیر داره. اصلا بگم همین که گفتم خودتو با شرایطم وفق میدید، مربوط به این موردم میتونه بشه. اینکه تو موقعی که دانشجو بودی کار دانشجویی که میکردی و الان تو خودت صحبتات گفتی، منم از قبل یادم بود که توی کلاب کار میکردی، سکیوریتی کلاب بودی و اینا، و حتی من فکر میکنم دوران پی اچ دی هم یه دورانی هم استادیار یا همچین چیزی بودی، هم توی کلاب هم کار میکردی. خب این رو یه ذره در موردش بگو از دید خودت، چون خیلی ها مخصوصا ما ایرانی ها الان همین کار طرف میاد اینجا انجام میده، ولی اگه همین کار تو ایران بود انجام نمیده. من بیام مثلا فلان کنم، مثلا من دانشگاه درس میدم برم مثلا فلان کارم فلان جا انجام بدم، یا من مثلا تو ایران اینجوری بودم الان بیام اینجا کار. این یه ذره چیزی داری در موردش بگی، چون نکن دیگه خیلی جالبه که تو مثلا فکر کن ممکنه یه دانشجو یهو بیاد همونجا کلاب و تو رو ببینه توی لباس سکیوریتی هستی و فرداش داری بهش درس میدی، یا مثلا روز قبلش داشتی درس میدی. این چه جوری بود برات؟ آره خدمتتون عرض کنم، اون تیچر اسیستنت میشه استاد معلم، استاد راهنما میگی؟ نه استاد راهنما نه، استاد راهنما میشه سوپروایزر. اون کسیه که دستیار معلم. خب شغل تاپی نیست، فقط شما اونجا میری مثلا توی آزمایشگاه طرف سوالی داره بهش چیز میکنی، بهش کمک میکنی. خب توی یه محیط آکادمیک داری، آزمایشگاه رو داری. خب یعنی چیز خیلی بالایی نیست. تو کلاب هم خیلی ها مثلا منو دیدن. من مثلا الان که الان شغلم فرق میکنه، رسمی تره، من دیگه کلاب نمیرم. خب چون مثلا من طرف مثلا میرفتم تو شهرم کوچیکه، همه باید کلاب برای اشغال الان میگی نمیری یا نه کار؟ واسه کلاب اشغال نه، واسه چیز واسه اینکه کار کنی. خب الان دیگه خب قاعدتا دیگه الان دیگه نیاز نیست دیگه، الان دیگه شغل نه اون موقع دوران اونقدر نیازی نبود. خب اون زمان اونقدر نیازی نبود، ولی یعنی پولش خوب بود ولی نیاز نبود. یه سری چیزای دیگه نیاز بود، یعنی باید میرفتی با ملت میتونستی بچرخی. خب خیلی حال میداد. یه سری چیزای بد داشت، خیلی حال میداد. عوام زیاد گرفته بود اون موقع یادم. دیگه شانس ما این بود دیگه. اواخرش کمتر، نمیشه گفت کمتر، ولی خب دیگه آخه میدونی چیه، باید خیلی از خاطرات منو باید یکی از اون افرادی که شاهد بودن کنار من باشن، من بتونم تعریف کنم. اشکال نداره. خدمت عرض کنم یه خاطره. اون نمیدونم رو میز رفته بودی، نمیدونم چیکار، یه همچین چیزایی من همه کار کردم. من خدمت عرض خاطره خوب این بود که ساعت خاطره حاشیه‌ای، خاطره خوب چیه؟ ساعت 2 صبح بود. بعد یه کلابی بود بهش میگفتم ولش کلاب. این 3 طبقه داشت، بعد خیلی خسیس بودن. تو یه طبقه آخر که خیلی وحشی خونه بود، از این آهنگا اینطوری میذاشتن، فقط منو گذاشته بودن. بعد من با دستیار نگاه میکردم، روی سن نگاه میکردم، این پایین بچه‌ها دارن میرقصن، من نگاه میکردم. دیوونه خونه ای بود. داشتم 2 نفر دعوا کردن، اینها رو گرفتم، یکیشو گرفتم با خودم ببرم دیگه. با خودم داشتم میبردم، یهو دیدم یکی این وسط داره ما رو دستبر میزنه. برگشتم وسط دعوا. خب برگشتم نگاه کردم، دیدم یکی از دوستان عزیز که ما رو داره این پسر رو از این گرفتم اینطوری که همینه که داشتن، گفتم میری اونجا دیگه هیچ کاری نمی‌کنی. این رفت، گفتم خیلی تشکر. این یکی رو گرفتم، یهو اون هدم یکی دیگه بود، اون طرف اومد گفت که چیکار داری می‌کنی؟ گفتم این من مثلا انگلیسی هم مثلا بلد نبودم، گفتم که این منو پوک کرده. خب گفت چی؟ گفتم پوک کرده اینطوری. آقا هیچ دیگه. اینا میرفتم اینو انداختم بیرون، هر 5 دقیقه یکیشون میومد چیکار کرد با تو؟ خب 5 دقیقه است. اون روز یه طوری بود. بعد این شلوار من یه مقدار چسبونتر بود.
این یهو میدیدم یکی داره در رون دم اینطور دست میزنه، تو واسم نگاه کردم دیدم که یه زوج هستن. خب دختره اینطوری دست میزنه، میگه که عضلات پاشو ببین، اون پسره میگه که آره آره. خب گفت آقا امروز دست نزنید، از فردا شروع کنید. ببین تو بس اون محیط قشنگ خودت یه مدلی رو انداختی که سخت نگذره. بستگی به آره من خیلی جا کار کردم، چون اینطوری بود که مثلا اوایل که بودم واسه یه ایجنسی کار میکردم اونجا، مثلا یه ماه اینجا کار میکردم، 2 ماه اونجا کار میکردم، یه ماه اینجا، یه مقدار سخت بود. بعد که اومدم سوانزی کار بکنم تقریبا جاهای ثابتی کار کردم. آره. الان هم که دیگه تو دانشگاه الان درس میدی، استاد دانشگاه، یا اینکه کار تحقیقاتی این چیزا داری؟ این والا بهش میگن تیوتر، لکچرر نیستم من. تیوتر کسی که تیچینگ بیسه. لکچرر ریسرچ، معمولا لکچرر ریسرچ داره و درس میده، ما تیچینگ 90% تیچینگیم، 10% ریسرچ. روی چه موضوعیه؟ تو هوش مصنوعی که خب هستی، ولی خب موضوع خاصیه یا رشته دکترام هوش مصنوعیه، ولی چون اون زمانی که تیچر اسیستنت بودم واسه سال دومات تیچر اسیستنت بودم، من اون رو دیگه گذاشتم واسه سال دوما. الان و میگن که تیوتر سال دوم اینجا که 4-5 تا درس تیوتر رو سال دوم رو اونجا کمک میکنم و یکی هم واسه مستر. خب یعنی این چیزا. خب نمیگی یعنی من نفهمیدم چی درس میدی؟ سافتور انجینیرینگ، الگوریتم، بعدش خدمتتون عرض کنم که کانکرنسی میشه، یه کانکرنسی اینطوری پارالل پروگرامینگ اگه اینجور چیزا، یا و واسه مستر هم که هوش مصنوعی. بر مستر هم هوش مصنوعی. خب در مورد هوش مصنوعی بخواستم حالا یه چیزی بپرسم، نمیدونم کلا تخصصی هوش مصنوعی هستی، ولی می‌خواستم اینو ازت بپرسم، حالا که دیگه میدونم که توش هستی اصلا داری درسش هم میدی که دیگه خب چه بهتر. سوال یه ذره تکراریه شاید که الان خیلی هم دیگه در موردش دارن صحبت میکنم، ولی من خودم دوست دارم در مورد این هم بپرسم از یه سری و دیگه کی از تو بهتر این مورد. خیلی هی میگن میترسیم از هوش مصنوعی و بیاد خیلی کارا رو میگیره و فلان میکنه و اینا، مسلما که خب اینطوری هست، ولی اینکه ترس و ایناشو دارن من زیاد این رو قبول ندارم. چرا؟ چون اون موقع که اینترنت خیلی یهو اومده بود این ترسا بود دیگه، وا این چیه مثلا دیگه، الان دیگه کتاب نمیدونم فلان، الان چجوری خیلی کارا بیکار میشیم و فلان میشیم، این اتفاق افتاد، ولی خب خیلی کارا جایگزین شد دیگه، یعنی اینجوری نشد که حالا بگی یه سری دیگه کلا بیکار شد. تو به عنوان کسی که توی این داری کار میکنی نظر تو این مورد چیه؟ مسلما خیلی از کارها میتونه از بین بره، ولی چی میشه به نظرت؟ چی کار میشه کرد اصلا؟ آره من با خانومم داشتم دیشب اتفاقا تو این زمینه صحبت میکردم. خانومم گفت که خیلی چیزا اینطوری بود که یه تکنولوژی اومد یه سری چیزا رو از بین برد، خب ولی جایگزین اومد. خب مثلا حتی اون انقلاب صنعتی، شما مثلا ماشینا اومد، خیلی از کارگرایی که با دست کار میکردن کنسل شدن و بعد نسل بعدی اومد و روی دستگاه کار کرد، ولی خب فاصله این اتفاق یک نسل بوده. خب چیزی که من شنیدم، من خودم از لحاظ شغل واقعا که جز کسایی هستم که میدونم که هوش مصنوعی همین الان کلی شغل رو از بین برده. خب مثلا به عنوان مثال اینهایی که تلفن جواب میدادن، خب قبلا 10 نفر نیاز بود که تلفن جواب بده و الان 1 نفر فقط just in case مثلا اگه مشکلی پیش اومد بقیه رو هوش مصنوعی میتونه جواب بده. خب چیز خاصی نیست، خیلی بهتر از انسان میتونه جواب بده. خب یعنی عملا 90% شغلای اون زمینا رو میتونه برده باشه. خب و 90% اشتباه، چون بعضی جا 2 نفر داشتن 2 نفر رفته، بعضی جا شاید 1 نفر رفته. حالا خدمتتون عرض کنم که این شغلای رد پایین که رفته، شغلای مثلا دیگه هم کم میشه. خب ولی مشکل من اینجاست چون ما شغلای بیسیک رو، شغلای پایه رو نیاز داریم که جامعه بچرخه، مسلما یه فکری دولت مردا واسش میکن، ولی کی میکنن؟ وقتی که دیره. خب وقتی که دیر که یعنی شاید مثلا ما یه ضرری بخوریم
و نسل بعدی ما مثلا اون یعنی توی مشکلاتی این که ما مورد داشت هم نسل ما بهایی میده، یعنی ما نسل ما نظر سوخته شخصی کنه. من این از لحاظ شغلی گفتم، ولی مشکل اصلی من اینه که فکر کنید توی فیلم ها که شما نگاه میکردید 40 سال پیش طرف میخواست یه جاسوسی رو دنبال کنه، خب ضد نظام رو یا هر چیزی رو باید یه نفر رو میذاش که میکروفون رو چیز بکنه بنویسه فلان اینا دیگه اینطوری نیست. شما امروز الان با تلفنتون صحبت میکنید، میگید که آقا من زدم گوشیمو شکوند با تلفن پشت تلفن، یا مثلا میگید که من رومینگمو فعال نکردم، خب نمیدونم چطوری فعال کنم. همون فرد همون دقیقش ممکنه یه ادورتایزمنتی، یه تبلیغی، یه اس ام اسی واسهتون بیاد که این اتفاق افتاد، که واسه ما خیلی اتفاق افتاده. خب یا مثلا من یه مثالی بزنم، من میخواستم از این آینه‌های کوچیک واسه داخل ماشین بگیرم که وقتی که این پایین رو ببینم دید متفاوتی داشته باشم. این با هم کلاسیم یه خانمی بود، دوتایی با هم دیگه تو گوشیامو چک کردیم، من آمازون ایشون آمازون، واسه من کمتر از 4 پوند نیاد، واسه اون خانم 2 پوند 2.20 2.12، یعنی سیم پرایس این چیزای مشابه رو با قیمت‌های متفاوت داد. بعدش حالا چی بود چی هستش، شما اینطوریه که شما میاد مثلا میاد آنالایز میکنه رفتار منو، میگه این طرف نهایتا 2 دقیقه طول میکشه خرید بکن. خب اگه تو این 2 دقیقه بهش هر پرایسی نشون بدی، میگه که این 50 این 60 این کامنتش بهتر مهم نیست، 50 و 60 فرق نمیکنه. اون یه ساعت هم شده اصلا 3 روز هم شده بود میچرخید، واسه اون اومدن چیکار کردن، اون کار کردن واسه من. یا اصلا مثلا شما اوبر میگیرید، خب شما اگه شارژ گوشیتون پایین باشه یا یه منطقه‌ای باشید که اونجا دسترسیش به تاکسی کم باشه، هزینه‌ای که یا ساعتی که میذاره خیلی تو فاکتورهای دیگه توی قیمتشون تاثیر میذاره. خب شما همون 10% گوشی شارژ 10% با 100% نشون بده و میبینید که چقدر فرق. خب اینا همه اون تسلطی که روی ما خواهند داشت، خب اینا همه منو میترسونه، اون پرایوسی منو میترسونه. من با هوش مصنوعی خیلی استفاده میکنم، خب من خیلی استفاده میکنم و میدونه حتی من چند وقت میگم که دیتاهامو پاک کنه، ولی وقتی که باش صحبت میکنم میبینم که خیلی چیزا از من میدونه که حتی من بهش نگفتم. خب مثلا من یه بار مثلا نصف صحبتامو باش میکنم نصفش اصلا نمیکنم، خب که سعی کنن ندونه که من در مورد چی دارم ریسرچ میکنم، ولی خیلی چیزا رو حدس میزنه. اینا منو میترسونه. اون شغله هست، شغل بالاخره کم و زیاد بالاخره سروایو میکنه. من بیشتر دارم در مورد همین شغله که خیلی ببین این نگرانی که تو داری میگی توی این سطح از جایی که تو هستی بیشتر هست. خیلی ها اصلا به این موضوع نرسیدن، بهشان فکر نمیکنن که چه اتفاقی قراره بیفته از این نفس. 100% نگرانی خودش رو داره. ولی خیلی هایی که توی یه سطح متوسط تر دارن کار میکنن و نگران از دست دادن شغلشون هستن، مثل طراح گرافیک، مثل طراح سایت فلان، این آدم به نظر چه کاری میتونه بکنه؟ تو دیگه قشنگ خیلی واضح داری میگه آقا دیگه این سوخت، نسل بعدی حالا ببینیم چی میشه یا چی. نه هنوز کامل نسوخته. نگاه کنید اینطوری الان چیزی که هست، من یه کنفرانسی بود، یه نفر از این شرکت آمازون اومده بود داشت صحبت میکرد، بعد رفتی به این ماجرا نداره ولی یه تیکه رو گفت، خب یاد بگیرید چطوری با هوش مصنوعی استفاده کنید، از هوش مصنوعی استفاده کنید. خب حداقل اگه اون شما و اون کسی که مثلا متخصص گرافیکه، خب و ما سه تا بشینیم با هم دیگه کار کنیم، خب اون اگه اون بنده خدا اگه یاد بگیره چطوری بنویسه و چطوری از هوش مصنوعی یاد مثلا درخواست کنه، مسلماً جواب خیلی بهتری از من میگیره. خب همونطوری که مثلا فرضاً شما مثلا در مورد نتورک از هوش مصنوعی بپرسید مسلماً بهتر از من خواهد. خب چون تخصص اون زمینه رو داره، حداقل اون رو یاد بگیره. خب اینطوریه چیزی، این حداقل این باعث میشه خودش رو آدم با اون بخواد وفق بده. نظرت اینه؟ 100% نگاه بکنید این وسط هیومن سنتر هست، یعنی یه سری چیزا هستن هیومن باید توش باشه.
خب کسی 100% تراست چیز اعتماد نمیکنه به هوش مصنوعی تو شرکت ها. خب تو شرکت های بزرگ اعتماد میکنن ولی 100% خیلی عدد بالایی. نه اینکه 100% هست، مخصوصا اصلا تو آلمان که اصلا افتضاح، اصلا هیچ اعتماد رو بگم 10% هم اعتماد ندارم، چون اینا براشون خیلی این قضیه پرایوسی و این نمیدونم به هویت و فلان این چیزا براشون خیلی مهمه، خیلی نگرانن. خیلی چیزا اینا هنوز کاغذی دارن کار میکنن، نمیدونم اونجا چه جوریه، اصلا رو دیجیتال رفتن اصلا ترس دارن دیگه. حالا چه برسه هوش مصنوعی، میدونی اینجا هست. اینجا تا دیروز بریروز اینجا هنوزم که هنوز نامبازیه اینجا. آره اینجا سوئد پارس چند ماه پیش اداره پستش یکی از اداره پستاشو که تعطیل کرد فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یه کشوری تو اخبار. اینجا هنوزم که هنوز هر روز نامه میاد. حالا که اصلا طرف شما میره اینترویو مصاحبه کاری، بعدش بهت میخوان البته بری تو کمپانی یا تو کمپانی درست حسابی بری اینترویو، بعد فرداش به جای اینکه ایمیل بهت بزنن هم ایمیل میزنن و هم بهت نامه میفرستن، یعنی چنین چیزی هم و نه اینجا شرکت دولتی متاسفانه خیلی وضعشون خرابه تو این زمینه اینجا هم تو. ولی چیزا اوکیه، خصوصی ها خیلی خوب. یه ریز هم به این قضیه همون اولش اشاره کردی که داشتی میگفتی از بیرون یکی نگاه میکنه میگه مثلا انگلیس اینجوری، بعد یا مثلا آمریکا فلان اینا، وقتی میای تصور خود چجوری، یعنی قبل مهاجرتت بعد مهاجرتت چیزی برای تغییر کرد 100% کرده میدونم، ولی چیزی مثلا مثالی چیزی داری براش بزنی؟ خدمتتون عرض کنم که این یه چیزی همه ایرانیایی که اگه نه 80-90% این شکلیه، وقتی که دارین میایم بیرون از ایران هدف بیرون اومدنه. خب یعنی میگن که ما میگیم که ما میایم بیرون بعدش یه کاری میکنیم، خب بقیهش دیگه مهم نیست. خب حالا من مثلا خودم میذارم جزء خیلی خوبا، حداقل با گوگل مپ رفتم تو اینترنت یه جستجویی کردم خب ببینم که چه اتفاقی چه شکلیه. چون الان شما مثلا میخوایم بری عکس تو گوگل بزنی چیزای خوشگل، ولی گوگل مپ میری مثلا میبینی آشغال کنار خیابون افتاده، ملت مثلا صورتشون واضح نیست ولی خب دارن چیکار میکنن، یه ایده‌ای میگیری. من رفتم دیدم خونه‌هاش همه یک شکله خب تو گوگل مپ. بعد از داداشم از من یه سال یا 2 سال زودتر اومده بود دیگه، بهش گفتم آقا خونه‌هاش چرا این شکلیه، همه یک شکله. گفت خونه‌هاش ما رو کشته، داغونه. آره خب فهمیدم که حداقل خونه‌هاش داغونه. خب خیلی از خونه فلت هم داریم، ما اینجا فلت هم داریم، خونه هم داریم، هر کدوم خوبی بدی خودش داره. خب ولی خونه‌هاش قدیمیه. حداقل این رو میدونستم، ولی خیلی چیزا رو واقعا بهش فکر نکرده بودم که چه اتفاقی قرار بیفته. یعنی من خودم نمیدونستم میخوام برم دانشگاه، میخوام برم سر کار چه شکلیه. من رفتم واسه کالج اپلای کردم. اصلا کالج همین یعنی تو اصلا فکر میکردی زمان بیاری اینجا پی اچ دی بگیری؟ نه من اومدم واقعا اصلا اینقدر تو درس خون نبودی یا تو نه ایران؟ نه من آدم درس خونی نبودم. چجوری تو اومدی یه زبان دیگه پی اچ دی اصلا چی شد اصلا از این واسه زودتر میپرسیدم. رفتم کالج رزومه‌مو بردم گفتم این از منه. گفت که تو اینجا اوور کوالیفای، برو تو باید بری مستر بکن، فوق لیسانس. چه باحال. گفتم که خب باشه میری فوق لیسانس بکنی. بعد رفتیم اپلای کردیم واسه فوق لیسانس. اصلا من به ایرانیایی که میگفتم کسی باور نکرده. بعد یه روزی به گوشم رسید که اینا اومدن مثلا پشت سر منم مثلا گفتن این دروغ میگه فلان و بسار. خب یعنی اصلا کسی باورش هم نمیشد، منم باورم نمیشد واقعا. اومدم فوق لیسانس خوندم، رفتم روز اولی که یه چیز نگاه کردم جزء وقتی که رفتم دانشگاه، چون من امسال پوزیشن گرفتم، بعد به من گفتن زبان انگلیسی باید آیلتس بیاری. بعد آیلتسش هم بالا نبود، 6.5 بود اینا، ولی هیچ کدوم نباید 5.5 اینا پایین تر میشد. بعد مثلا اسپیکینگ هم میشد 7، ریدینگ هم میشد 6.5، فلان 6، رایتینگ 5، 4.5.
آقا من 3 بار افتادم اونو، برای بار 4م قبول شدم و دادم بهشون. یعنی که کلا برنامه‌ای نداشتم، یهو پیش اومد. بعد دیگه گفتم بخون که میری چیز میشی، میری فرانسه. گفتم باشه، خوندیم دیگه، خوندیم و دیگه اسمت که من اصلا البته چه بگم جالب. آره چقدر تو حوصله‌شو داشتی خوندی. خیلی جالبه. آره تو دبیرستان خب من شاگرد زرنگی کلاس بودم تقریبا. خب ولی شرطترین کلاس هم بودم. خب اینطوری بود که حالا شرطترین نبودم، جز شرا بودم. اینطوری نبودم که بچه مثبت باشم. اینجا اون شرری اومد رفت تو کلاب، مثبتی رفت تو درس. دو تا از هم دیگه جدا شدن. اصلا یک چیز عجیب غریب شد. آره خیلی جالب. خدمتتون عرض کنم وقتی که من اومدم اینجا برنامه خاصی نداشتم مثل خیلی از ایرانی‌ها. و وقتی که اومدم اینجا کم کم راه 2 سال طول کشید تا بفهمم که چیکار باید بکنم. مستر تو چقدر طول کشید شروع کردی؟ 2 سال. 2017 شروع کردم. من سپتامبر 2015 اومدم، سپتامبر 2019 شروع کردم. 2 سال طول کشید. یه سالش چی گفتی؟ طول کشید تا 2000 گفتی 2 سپتامبر 2015 اومدم، 2019 شروع اومدم 2015 اومدم یوکی. 2019 گفتی شروع کردم 2 سال. 15 2015 گفتی 15 اومدم 2 سال دیگه 2019 شروع کردم. 2017 اون دیگه عادیه دیگه، ریاضی ما در حد همین چیز. 2015 من اومدم انگلیس. 2017 دانشگاه شروع کردی و 2019 کشید. 1 سال طول کشید من بفهمم چیکار میخوام بکنم. خب یعنی واقعا حتی اون گرفتن واسه اینکه سکیوریتی بشید باید یه بجی بگیرید، یه مدرکی بگیرید. همون مدرکه خب کلی زحمت داشت واسم، چون من زیر 5 سال اینجا بودم. باید نمیتونستم بهشون نشون بدم سوء سابقه ندارم. اینقدر دیگه نامه زده بودم به وزارت کشور اینجا. آخر یکیشون من نامه زد گفت که آجی چی میخوای کسی بیاری، خب بیا برو اینجا ریفیوجی کانسل، اونا بهت بدن، اونا قبوله. خودش دیگه بنده خدا گفت رفتم اونجا تو گفتم این ماجرا اینه، گفت برو. نره یعنی هیچ کس سوال نشده وزارت کشور بگه که نامه بزن با کسلون کرد. کلا 6 ماه طول کشید تا گرفتم. به خدا چیزیه که بچه 2 هفته میگیرن، 6 ماه طول کشید گرفتن. به هر حال 1 سال طول کشید تا من بفهمم که چیکار میخوام بکنم. 1 سالم طول کشید که برم دانشگاه. من وقتی که داشتم میرفتم دانشگاه، من پوزیشن دانشگاه رو گرفتم، افراد محدودی به من تبریک گفتن. خب محدود، شاید بگم 3 نفر، من حالا نقام دروغش کنم 4 نفر. خب خیلی می اومدن بهم میگفتن چرا میخوای بری دانشگاه؟ میری دانشگاه آخر سال مثلا فلانی هست، کار پیدا نکرده، بساری هست، فلانه، اینا نجات پرستن، کاری مثلا میگن white job for the white guys. خب مثلا کار خوب مثلا واسه اینا من میگفتن که نه من میخوام برم. قبل از اینکه بعد مثلا من 3 بار گفتم زبان انگلیسی افتادم. خب میرفتم سر کار تو پیتزا تا بجم بیاد. خب وقتی نمیگه 2 ساعت در روز می‌خواستی اون بخونی، 2 ساعت هم بعد ذهنم کار نمیکنه. وقتی داخل باکسی ذهن کار نمیکنه. خب یعنی نمیتونه اصلا به ذهن الان مثلا به ذهن هم میرسه که میتونستی به ایران زنگ بزنی یه نفر به تدریس کنه. خب اون ذهن تو باکس بود، اصلا هیچ کس به هیچ کس. مثلا من زبان انگلیسی میفتم میگفتم تو که هر سری میری خب 300 پوند ضرر میکنی، 2 روز که مرخصی میگیری خب یه 280 پوند 70 پوند فکر کنم میدادیم پول میدی، میشه 400 پوند. تو هر 2 هفته اگه بری خب این وسط تو ماهی مثلا فلان قد داری از دست میدی. خب مثلا کمتر کسی تشویق کرد. ولی این چیزا خوبیش اینه که معمولا به من بگی نرو، من بیشتر ترغیب میشم برم. مثلا همین دور سکیوریتی اینطوری بود که من روز اولی که اومدم نگهبانا واسه دورن که سکیوریتی ها، بعد داشتم گفت که اینا پول خوبی میگیرن. گفتم چطور؟ ولی کارشون سخته، تو نمیتونی. گفتم باشه رفتم. این چیز نمیتونی. نمیتونید نمیشه. یعنی نمیتونم بیشتر ترغیب نیکه اون کار انجام.
آره اینطوری بود که رفتیم تو چیزو، ولی واقعا همش تا خود پی اچ دی من نمیدونستم که چیکار میخوام بشم. خب واقعا یعنی برنامه‌ریزیم اینقدر ضعیف بوده تو طول زندگی و بعد مهاجرت. متاسفانه خیلی از بچه‌ها که میخوان بیان اینور خب دارن فقط فکر میکنن که چطوری میتونیم از ایران خارج بشیم. خب هیچ کس، یعنی نه هیچ کس دروغه، خیلی 100% وجود نداره، ولی خیلی هم مثلا میگه ما میایم اونجا به حالا یه چیزی میشه. خب مثلا من خواهر ندارم ولی 3-4 نفر سوال میکنم خواهر. خب یکی همسایه‌مونه، یکی همسایه پشتیمونه، یکی اینجا داریم. خب بعد یکی دختر داریم، 4 نفر سوال میکنم. یکیشون که دخترشون خواهرزاده هم صدا میکنم، این میخواست بره کشور خارجی. خب بعد من باش داشتم صحبت میکردم. خب این مثلا میگفت که من میخوام برم فلان جا، من گفتم خب فلان جا میخوای بری، اون مهم نیست، بقیه‌اش چیکار میخوای، بعد از اون چه کار میخوای بکنی، بعد از اون خب اگه میخوای بری مثلا گیریم تو فوق لیسانس تو گرفتی، بعد فوق لیسانس میخوای چیکار بکنی. خب یه برنامه واسه اون داشته. اگه شما ندونی برنامه چیه خب بعدش مشکل برمیخوری. یعنی واقعا خیلی اینجا اومدن، من دیدم طرف اومده اینجا بدون برنامه‌ریزی توی دانشگاه درس خونده، زن و مرد. فکر کن مثلا خیلی از بچه‌ای که میان خب همین مثل ما فقیر نبودن که خیلی مثلا زندگی داشتن، به خونه داشتن، ماشین داشتن. فکر کن مثلا ماشین که داشته باشی تا نونوایی هم با ماشین میری. خب چنین فرق اینجا، ولی میای همه اونا رو فروختی، میای اینجا یا باید با اتوبوس بری نیم ساعت صف واسه. به هر حال می اومدن اینجا توی یه اتاقی زندگی کردن، ولی بعدش نفهمیدن که واسه چی اومدن، الان چرا میخوام بمونن و چطور بمونن. یعنی اصلا خیلی سوال داشتن بنیادی ولی نتونستم جواب بدن هیچ وقتم. یه چیزی هستیم مثلا میدونی من به این قضیه رو فکر کردم، چون خودم قشنگ تجربهش کردم. اینکه چون شرایط تو ایران برای خیلی ها سخته، حالا کسایی که شرایط خوب دارن راضی هستن که خوب جای خوب، ولی کسایی که براشون شرایط سخته و در واقع تقریبا هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن، میخوان که فعلا فقط از اون محیط خارج بشن. همین که خودت گفت. خب میگه میریم یه کارش میکنیم. این اصلا نمیتونی بگی که چنین چیزی نیست دیگه. طرف اصلا شرایط جوریه که باید این کار بکنه و وقتی میره یک جایی، یک کشور دیگه‌ای، حالا ترکیه باشه که راحت ترینشه شاید برای از لحاظ اومدن، یعنی رفتن و رسیدن به نسبت اروپا، و وقتی مثلا 1 سال 2 سال میگذره، اولش تو همه چی رو میای با شرایط ایران مقایسه میکنی، میگی که خب این الان اینجا اینو داره، بابا دیگه از ایران که بهتره، نمیدونم فلان چیز اینجوریه، این که دیگه از ایران که بهتره، از چیزی که من اونجا داشتم که بهتره. خب ولی وقتی 1 سال 2 سال دیگه تو این محیط هستی، زندگی میکنی، دیگه یه جورایی با استانداردهای اینجا خودت رو در واقع سازگار کردی دیگه. از اون موقع به بعد دیگه با ایران مقایسه نمیکنی، با همینی که الان اینجا هست مقایسه میکنی. نمیدونم منظورم رسوندم بهت یا نه. آره تا یه جا گرفتم. اولش فقط میخوای بیای، بعد میای اینجا میبینی، تازه میبینی او چقدر ایراد مثلا اینجا هست. من اگر برنامه خاصی برای ادامش نداشته باشم یا برای بعدش نداشته باشم یا آگاه نیومده باشم اونجا، تازه به اون دردسری که تو گفتی میخوره طرف. این همچین چیزی هست. آره من خد اون مقایسه رو میگم. بعد یه مدتم شاید اون ماجرای اولش همه رو به ریال نگاه میکنی، میخوای بری آب بگیری به ریال، بعد یه مدتی هر چیزی که بهت میگن تبدیل میکنی، مثلا میری ایران همه چیز رو تبدیل میکنی به پوند ببینی که چیه. طرف میگه مثلا من یه غذا رو مثلا 200,000 تومان میدم، مثلا یه پرس کوچولو زرش پلو بگیرم. خب میگه یه پوند و نیم، چه خوب. بعد طرف مثلا نمیفهمه که 1.5 پوند اینجا مثلا شاید 5% حقوق ساعتی نباشه، ولی اونجا شاید 2 ساعت کارت باشه. خب اینطوری به موازه. ولی من چیزی که میخوام بگم، میدونم من خودم جز کسایی بودم که فقط میخواستم برم، خب واسم مهم نبود. ولی الان خب وقتی دارم پشت سر نگاه میکنم میگم که نه، کسی که میخواد بیاد باید حتما برنامه داشته باشه. خب اگه برنامه نداری تاوانش اینجا میدی. خب اگه 1 سال طول بکشه اونجا برنامه‌ریزی تو کنی،
وقتی که میای اینجا پلن ABC داشته باشی. خب اینجا جلوی اون 2-3 سال رو دیگه خاک نمیخوری. یه چیز دیگه هم هست، برنامه‌ریزی نباشه، برنامه‌ریزی باشه. دومی هم زبانه. خب زبان می‌خواستم بگم مهمترین چیز خیلی ها میگن که آقا ما میریم تو محل یاد میگیریم. اصلا آقا محلی وجود نداره. محل چطوری؟ تو اول میای باید بگی تته پته که طرف بیاد بگه تته پته درست نیست، این درسته. خب یا همونم الان مثلا تو بریتانیا شما اگه مثلا بگی I am blackboard، خب مثلا طرف نمیگه که اشتباه گفتیم، سعی میکنه که اینقدر فرنگشون بالاست بفهمه. خب نهایتا میگه چی میگی، اینطوری این منظورته، اینطوری. خدمتتون اگه من اونجا 1 ماه درس خوندم، خب اینجا 6 ماه 1 سال من جلو اند. خدا وکیلی هر 1 ماهی که اونجا خوندم 1 سال جلو. من روز اول اومدم اینجا حداقل 4 تا امیزار بیشتر چون کامپیوترم بوده بلد بودم. خب طرف بلد نبود رفت زیر از منفی شروع کرد. نگاه کنید وقتی شما زبان بلد نیستی، من پیتزا شاپ رفتم، خب کار کردم. فرق من این بود، من پیتزا شاپ واسم فرق نمی‌کرد انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، همه که تو انگلیس با انگلیسی صحبت کنن. خب اونجا میرفتم میگفتم من دنبال جابم، تو یه روز میتونستم جابمو پیدا کنم. رفتم مغازه پاکیا کار کرد، پاکستانی‌ها کار کردم، 3 روز واسطم اومدم بیرون. خب با فرنگشون نساختم، ولی آپشن داشتم رفتم پیش عربا کار کردم، یه 2-3 ماه واسطم حال نکردم رفتم جای دیگه. خب آخرش با همشهری رشتیم کار کردم. خب خیلی راحت‌تر بود. ولی خدمتتون میخوام بگم که حالا اون کسی که زبان بلد نیست چه اتفاقی واسش میفته. خب من احتمال خیلی زیاد پیدا میشه بین ایرانی‌ها با دنبال کار پیدا، یعنی 100% نه، خیلی زیاد، احتمال خیلی زیاد. بعد اون موقع که چیز میاد پایین، یعنی آپشناش میاد پایین، ممکنه حقوقش بیاد پایین، خب خیلی چیزاش میاد پایین. خب این زبان خیلی مهمه، برنامه‌ریزی مهمه. خب بدونید بدیهای اینجا رو بدونید، خوبی‌های اینجا رو. آخه همه چیز رو که نمیشه دیگه جواد، تو اون شرایطی که اونجا هستی که نمیتونه همه چیز رو دیگه در بیاره. مثلا یکی میخواد دانشجویی بیاد، یکی میخواد کاری بیاد، باز دستش بازتر برای سرچ کردن اینکه مثلا کدوم دانشگاه بهتره، کدوم دانشگاه شرایط بهتری رو داره یا بدتری رو داره، راه میشه. ولی یکی که میخواد فقط از اونجا بیاد بیرون، حالا پناهندگی مثلا، راه دیگه ای نداره منظورم. خب دیگه پناهندگی باید در واقع راه آخر باشه. میخواد بیاد، شرایط این که بخواد اینقدر تغییر کنه نداره، ولی زبان زبانو باید یاد بگیره. تحقیق کردن اون زبانم خب من حوصله نداشتم. اپلای ابرود بود، خب .org فکر الان باید باشه. خیلی می اومدن اونجا چت میکردن، چیزا رو مینوشتن. خب از تجربیات اگه اون نباشه خیلی بلاگر هستش. نگاه کن الان خودت با چند نفر صحبت کردی، حداقل 4-5 نفرشون ما رو کردی بلاگر اینجا جا من اینجا بلاگر نه گفتم که خودت کسایی که اطلاعات میدن منظورته. خیلی آخه متاسفانه اطلاعات غلط هم میدن. آخه ماشین اینا دقیقاً همینه. خیلی یه چیزی ببخشید قبل ادامه بدی حرفتون، آخه یه چیزی هست، اینکه خیلی از مخصوصا ایرانیایی که اینجا هستن، جاهای مختلف خارج در واقع هستن، هیچ وقت نمیان هیچ وقت نه، خیلی کم پیش میاد طرف بیاد بدیهای یه جوری بگن که آقا ما اینجا خیلی همه چی خوب. خیلی ها میگن سختی داره فلان و اینا، اصلا میخوام بگن که ما سختی کشیده. این که اینجوری دارم میگم منظورم دیگران نیست، من خوبم دیگران بعدا منظورم نیست، دارم میگم خیلی همون این شکلیم. یعنی همه چی رو شاید ندیاد آدم نگه، یه ذره به اون تجربه هم ممکنه آدم نتونه اعتماد. شما اخبار که میخونی، میری BBC، دویچ وله، میری راشا تودی، خب قشنگ میبینی همشون یه چیز میخوام بگن از یه زاویه دیگه میگن، اصلا دروغ میگن. خب اینم اینطوریه. من فرضاً شما یه مثالی بزنم، طرف میاد حقوق بگیره، مثلا تاکسی داره، خب تو ازش میپرسی که آقا مثلا درآمد ساعتیت خوبه، میگه نه ببخشید مثلا درآمدت خوبه، میگه نه خوب نیست، چه نمیچرخه فلانو بسار. خب تو ممکنه فکر کنی که این پولی نداره، بعد یه جای دیگه میخواد مثلا یه منظور دیگه ای برسونه، مثلا میگه که بین تاکسی و اوبر ایت که مثل اسنپ ایرانه، خب من میگه اوبر ایت نمیرم، ساعت 20 پوند واسم نمیصرفه. خب تو یعنی
باید هر دوتا رو بشنوی. آره، اون دوتا آره. رو بذاری کنار خودت هم، دقیقاً بگی که آقا این وقتی که میگه که پول خوب نیست انتظارش بالاست. حالا یه سری هم دروغ میگن این وسطا، انتظارش بالاست. یه سری چیزه. یا یه مثالی بزنم، یه دوستی داشتیم، این اومد انگلیس، از آلمان اومد انگلیس، اومد رفت بود آلمان. بعد پسر خالش بهش گفت که بیا اینجا آرامش هست، خیلی خوبه. این اومد، دوتایی تو کمپ بودن، تو آلمان کمپ داریم ما روز اول که میریم. من حالا زیاد اطلاعاتم دقیق نیست، ولی این تو کمپ بوده. یا تو به سقفش گفت که آقا چی میگه آرامش چی اینجا؟ گفت نگاه کن بلبل داره میخونه، صدای یه دونه ماشین هم نیست، صبح تا شب تو صدای یه بوق هم نمیشنوی. منظور سطح انتظاریه که طرف داره از آره، اون چیزی که میخواست تو زندگی همین آرامشه. خب ولی این پسر یه چیز دیگر دنبالش میگشت. شاید بعضی چیزها رو مثلا دنبال راه مثلا باید همه رو گوش بدی و بذاری کنار هم دیگه. اون منفیه رو گوش بدی بگی بدونی که این منفیه، قبول دارم اینو. مثبت رو گوش بدی بدونی این مثبته. این بینش میشه پیدا کرد. قبول دارم. نه قبول دارم. تو کلا پس حالا بخوام جمع ببندیم حرفاتو تو این مورد اینه که یکی که میخواد بیا توصیت بهش اینه که زبان و اینکه تحقیق بکنه، اینکه چی میخواد، به این فکر کنه که چی میخواد، داره کجا میره و از اون جایی که داره میره چی میخواد و برنامه‌اش برای بدون چه چیزی واسش پیش میاد. خب یا حداقل یه ایده کلی داشته باشه. خب حالا من در مورد آمریکا تحقیق نکردم. خب بعد یه روز برم اونجا یهو یکی اسلحه در بیاره، خب ما همونجا سکته میکنم. خب ولی بدونی که یه همچین چیزی اونجا ممکن باشه میگی که مثلا اتفاق نادره، تو بعضی محلهای خاص اتفاق میفته، معمولا کسی اسلحه با خودش حمله میکنه، اینجوریه. باید تحقیق کنی وگرنه همه جور ممکنه بیفته. باز من میگم ولی قبل و بعد هر کدوم اینا رو بخوای بگی زبانه خیلی مهمه. یه چیزی جالبت بگم دقیقاً تو این قضیه تو داخلی. من اولا که اومده بودم مثلا از من بعضیا میپرسن دوستام که تو داشتی میرفتی آلمانی بلد بودی؟ من گفتم ببین من خب من میشناسم، من از بچگی طرفدار آلمان و بایر مونیخ اینا بودم، همه چی اصلا اومده بودم اینجا آسمون بودم دیگه آقا. آره راست میگی، تو هم آلمانی. من اینجوری بودم. خب بعد هیچی از زبان آلمانی نمیدونستم در این حد که یک بار خود تو و مثلا چندین بار شده بود مثلا من پیام میدیم به هم دیگه، بعد تو به من گفتی دانکه، نوشتی دانکه تشکر دیگه، نوشتی دانکه. بعد من میگفتم خدای دانکه چیه؟ دو سه نفر طالعی بر من نشدن، یعنی دانکه یا آلمانی رو هم نمیدونستم. چه دانکه دیگه یکی هم هست مشتری دیگه، همه میدونن آلمانی. من هیچ کدوم اینا رو نمیدونستم، یعنی حتی نمیدونستم هلو میگن اینا. آره چقدر تاثیر گذاشت رو که آپشناتو. حالا آلمان با انگلیس شاید فرق بکنه ولی چقدر تاثیر گذاشت این که زبان نمیدونستم. منظورت خیلی خب آدم زبون بلد باشه جلوتر میفته 100%. این که اصلا 100% اینطوریه. حالا اینکه تو به هر حال چه مدلی میای هم شرایط خودش رو داره، اینکه تو کی اجازه داری اصلا سر کار بری و فلان این چیزا هم به هر حال هست، ولی نه زبان تو بخوای بدونی خیلی جلوتری مثلا. حالا آلمانی که بالاخره یه ذره قضیهش با انگلیسی هم فرق میکنه، ولی در کل آره من به نظرم زبان خیلی مهمه. سوال آخرم اگر تو خودت صحبت خاصی داری که بگو و یا نه سوال آخر به این که بخوای یه زمانی بری دوباره ایران، کلا دیگه ایران بمونی، کارتو این چیزاتو ببری ایران، فکر کردی، فکر میکنی؟ آره الان من متعلم، خب داستانم فرق میکنه، ولی اگه مجرد بودم خب دوست داشتم یه روزی برگردم ایران. من آره خیلی دوست داشتم برگردم با همین الان شرایطی که الان اینجوریه. نه دوست داشتن ول کن جواد، دوست داشتن همون دوست داریم بریم که چی، ولی منظورم اینه که میرم همون، یعنی اصلا بهش فکر میکنی که مثلا آره فکر کنی مثلا همین تحقیقی که میگی رو بکنی ببینی من الان برم اونجا مثلا میتونم الان این پوزیشن رو داشته باشم، اینجا برم کار بکنم، این درآمد داشته باشم و این زندگی رو برای خودم بسازم. به این فکر کردی پس؟ آره فکر کردم، یعنی یکی از آپشن‌های من بوده همیشه خب که میتونم برگردم ایران. خب دیگه و من مشکل مثلا خیلی از مشکلاتی که دیگران داشتن شاید من نداشتم، ولی با این طرز فکر جدید خب و اینکه یاد گرفتم چطوری تنها زندگی کنم و همزمان تو جمع زندگی کنم، خیلی طرز فکرم عوض شده، میتونم تو ایرانم زندگی کنم. حالا
ولی خب الان من خیلی چیزا رو در مورد ایران نمیدونم. من رشت من خب با اون رشتی که من توش بودم خیلی فرق کرد. رشت من خیلی قشنگ. من 10 سال پیش رشت رو ول کردم، خیلی قشنگ بود. پارسال من رفتم موقع میگه قشنگتر بود. آره من پارسال رفتم دپرس شدم. نه بابا با خدا دپرس شدم. خیابونا جالب نبود، خیلی چیزا رو دوست نداشتم این سری، ولی با هم وجود بازم. خب فکر می‌کنید یعنی تو میگی که رشت تغییر کرده، فکر می‌کنی که تو خلق و خو تو تغییر کرده از اینجا رفتی اونجا؟ هر دو تاست. هم رشت تغییر کرده، هم نگرش من به چیز به تو من اوایل مثلا شاید بعد از نگم چند ماه بعد از یه سال خورده ای اون موقع میگفتم که اصلا من دیگه به هیچ عنوان با شرایط زندگی تو ایران رو دیگه نمیتونم. این که مثلا تو خیابون بخوام برم یک کار اداری بخوام بکنم یا اصلا نمیتونم دیگه این کارو بکنم. با توجه به اینکه آلمان دیگه خب خیلی این چیزهای مثلا محیط شهری و اینا از لحاظ مثلا قوانین و فلان خب خیلی فرق میکنه. من میگفتم من برم الان ایران اصلا اولین ماشینی که میشینم دعوا میشه، مثلا اینجوری فکر میکرد. الان یه ذره نسبت به مثلا 8 سال پیش 7 سال پیش مثلا شاید نظرم عوض شده باشه. میدونی آدما تغییر میکنن، ولی خب تا باز نرم اونجا دوباره تو محیط نباشم نمیتونم نظرش بدم. خدمت عرض کنم منم مثل خودت بودم. من رفتم ایران، رفتم رشت. خب اولش که من بیادبی، من اینجا اگه یکی اعصابم خورد کنه اولین کاری که میکنه به فوش میده، به فارسی یا گیلکی. خب آره مثلا خوشم نمیاد مثلا یه تلمبار گاف، خب مثلا یه چیزی یه کامیون گاف البته به گیلکی. به خودم میگم تا اونطوری که طرف بفهمه و متوجه بشه. همینطوری با خود تو دل خودم رفتم ایران و اولین چیزی که دیدم یهو اومدم فوش بدم به تو دلم، بگم گاو ببین دیدن اینا همه ایرانی میفهم. نمیتونم گفتم بیا گیلکی یه 4 تا بپرونم، اگه بخوای چیز بکنی گیلکی بپرون. 10 ساعت بعد 12 ساعت بعد من تو رشت بودم. بعد اونجا حتی رشتی هم دیگه نمیتونی، ماشین اومد از این کنار رد شد که رشتی نمیتونم اونم بگم ولش کن. ولی خدمت عرض کنم که الان من و شما تو ایران اگه از این ور خیابون میخوایم بریم اون ور خیابون، یکی از مأموریت‌های غیر ممکن ماست. باورت نمیشه. من اینجا عابر پیاده با ما اینجا یه سری خطوط عابر پیاده هم با ماست. خب ماشین با تو هر سرعتی باید واسه ما رد بشیم، بعد اون میتونه رد بشه. خب یعنی اینقدر واسه ما آسونه که رد شدن از خیابون. من رفتم ایران باور نمیکنم، من دیدم 3 تا بچه کوچولو دختر بچه دارن رد میشن. خب من بغلش اینطوری رفتم. خب بعد رفتم اون داشتم میرفتم اون دست خیابون، خب تا نصف رفتم و بعد رفتم اون برشون اینطوری رفتم. خب نتونسته بودم برم. خب خدا نگه داره یکی 2 تا از این ماشینا واسه ما واسطادن من رد بشم. ولی گرجستان هم اینجوریه، گرجستان تو راه بگیری از ماشین تو خط عابر پیاده. ترکیه هم اینطوری بود تا یه جایی. ترکیه هم اینجوریه. ترکیه هم اینطوری. من گرجستان نرفتم و آره ولی ترکیه هم اینطوری بود، ولی ایران خیلی بد. آقا بریم جمعش کنیم دیگه. دمت گرم. قربان برم. مرسی ازت که وقت خیلی حال داد. بعد مدت‌ها تونستم وقتتو بگیرم، خیلی مدت بود با صحبت نکردم. ان شاء الله همیشه شاد باشید. ممنون. خدا همینطور موقع خودت باش. قربان.